اینجا کانال رد خونه. داستان‌ها واقعی هستند. اسم من نگاره. منم بهزادم. بریم با هم این داستان هولناک رو ببینیم. با تماس تلفنی مسئول ساختمون در یکی از محله‌های تهران، پلیس به اون محله مراجعه میکنه. علت تماس بوی بدی بوده که از واحد آقای محسنی میومده که شبیه بوی تعفن و یا جسد بوده. پلیس با باز کردن در جسد آقای محسنی رو که چند روز از مرگش گذشته بوده میبینه. با شروع تحقیقات متوجه میشن که آقای محسنی 60 سال داشته، وضع مالی خیلی خوبی داشته و تنها زندگی میکرده. با بررسی تلفن همراهش متوجه میشن که آقای محسنی در سایت‌های همسریابی میرفته و با یک خانمی گویا صحبت میکرده. آخرین فردی که آقای محسنی باهاش صحبت میکرده دختری بوده به اسم فرناز. پلیس به سراغ فرناز میره. طی بازجویی از فرناز اون اعلام میکنه که ما فقط صحبت میکردیم و هیچ رابطه‌ای بین ما نبوده. اما از اونجایی که ماه پشت ابر نمیمونه، پلیس تصمیم میگیره که چهره فرناز رو با تصاویری که دوربین‌های مداربسته تو کل کوچه های اون منطقه ضبط کرده بودن بررسی بکنه و تطبیق بده. و بالاخره فرناز رو میبینن که چند کوچه بالاتر و قبل از نزدیک شدن به خونه آقای محسنی ماسک میزنه. و با خیال راحت میاد و وارد آپارتمان آقای محسنی میشه و پیش خودش فکر میکرده که هیچ کس ورودش رو متوجه نخواهد شد و اون رو نخواهد شناخت. پس از دستگیری فرناز و تحت فشار قرار دادن اون در اداره آگاهی، اینطوری اعتراف میکنه: پدر پیری دارم که نیاز به عمل جراحی داره و من یک دختر تنها نمیتونم هزینه این عمل رو جور کنم. مجبور شدم با پسر همسایمون علی این نقشه شوم رو بریزم و به سراغ آقای محسنی برم. در روز حادثه فرناز وارد خونه آقای محسنی میشه و بین خودشون صیغه محرمیت میخونن و مثلا زن و شوهر میشن. آقای محسنی هم به فرناز اعتماد میکنه و چایی که فرناز بهش میده و داخلش داروی بیهوشی بوده رو میخوره و بیهوش میشه. در حالی که فرناز و علی تمام دارایی‌ها و اموال با ارزش آقای محسنی رو بار زدن و در حال رفتن بودن، آقای محسنی به هوش میاد و باهاشون درگیر میشه. علی هم ضربه محکمی به آقای محسنی میزنه. آقای محسنی نقش بر زمین میشه و با سر به ستون کنار سالن برخورد میکنه و در جا جون میده. فرناز میگه که تازه اونجا بوده که میفهمه علی مجرم سابقه داریه و به توصیه علی تمام اثر انگشت‌ها رو پاک میکنن و از اونجا خارج میشن. فرناز میگه که من و علی هر دو با زدن ماسک وارد خونه شدیم و داخل کوچه هم هیچ دوربینی نبود. هیچ وقت فکر نمی کردیم که پلیس بیاد تمام دوربین‌های مداربسته کل محله رو چک کنه و بتونه ما رو پیدا کنه. اموالی که از آقای محسنی به سرقت رفته بود شامل $70,000 بود که در گاف صندوقی قرار داشت که این گاف صندوق توسط علی درش باز شده بود. حکم دادگاه: علی به جرم قتل عمد به اعدام و فرناز به خاطر معاونت در قتل و سرقت به 20 سال زندان محکوم میشه. به نظر شما اگر آقای محسنی هوسرانی و هر روز با یکی بودن رو کنار میگذاشت الان زنده نبود؟ به نظر شما جوانای امروزی چرا از هر راهی و یک شبه میخوان به ثروت و پول برسن؟ نظر شما چیه؟